با یک فال بازگشتی برای کسایی که رابطهشون کات شده، جدا هستین. ببینم که آیا به هم بازگشت دارین. نیت کنید 3 بار اسم شخص مقابلتون رو تکرار کنید زیر لب با لایک و کامنت گذاشتن. انرژیتون رو با من همسو کنید ببینیم که آیا به هم بازگشت دارید. خب عزیزان، من این چیزی که دارم میبینم به خاطر یک سری دروغ ها و حماقت هایی که اتفاق افتاده این رابطه تو حالت بلا تکلیفی هستش، یا رابطه ای که من کاتی 100% نمیبینم، یعنی یک جورای قهرطور هستش به خاطر دروغ، سیاست و حتی میشه گفت یک جورای خیانتی که نه خیلی پررنگ هستش، میتونم روش مانور بدم بگم 100% به خاطر خیانت بوده، ولی به خاطر یک سری دروغ ها و حماقت های این اتفاق افتاده و رابطه رو به حالت بلا تکلیفی آورده. این رابطه یک رابطه کارمیک عزیزم، رابطه‌ای که باید ازش یک درسی بگیریم. یعنی شما انقدر امکان داره به هم برگشت داشته باشیم، این برگشت وجود داره تا 6 وعده دیگه، ولی دوباره به قهر رفتن و به کاتی میخوره. باید ببینی که این رابطه چه درسی برای شما داره، چه جایش ایراد داره. تا آخر تیر اگه برگشت داشته باشین که دوباره رابطه کات میشه، ولی از مرداد به بعد اگر 6 وعده دیگه به هم برگشت داشته باشین میتونه این رابطه بهتر بشه. ولی شما یک رابطه کارمایی با هم دارین عزیزان، چیزی که برای من پررنگ افتاده. باید یک سری اصلاحیه های روی خودتون انجام بدین، باید یک سری درس های از این رابطه بگیرید تا این رابطه بتونه به حالت ارتباط پایدار برسه، به یک ارتباط ادامه دار برسه. و اینا قهر و آشتی زیاد دارین تو این ارتباط و برگشت میتونه برای من زیاد باشه. اگر قهری صورت بگیره، قهر دوباره بازگشته است و دوباره قهره. باید یه سری چیزها رو اصلاح کنید، من دارم تاکید میکنم، و دوباره قدمی برداشتن هستش. و این بازگشت من روی 6 وعده دیدم و یک وعده اگر قهری دوباره ایجاد شد، یک وعده بعدش دوباره به سمت هم برمیگردیم، ولی یک رابطه کارمایی عزیزم.